تا حالا شده بعد از غذا خوردن حس کنید شکمتون مثل یه بادکنک در حال ترکیدن شده؟ یا صدای قار و قور شکمتون توی یه جمع ساکت آبروتون رو برده؟ ببینید، نفخ کردن گاهگاهی طبیعیه. شاید ناهار لوبیا داشتید یا زیادی تند غذا خوردید. اما اگه این ماجرا هر روز تکرار میشه یا بوی خیلی بدی داره و با درد همراهه، داستان دیگه فقط غذای اشتباه نیست. روده شما داره با زبان بیزبونی فریاد میزنه که یه جای کار میلنگه. امروز میخوام 7 دلیل اصلی و پنهان نفخ رو بهت بگم که احتمالاً روحت هم ازشون خبر نداره. دلیل شماره 7 خیلی جدیه و باید حواست باشه. دلیل اول، عدم تحمل غذایی. شایع‌ترین دلیل جنگ بین روده و غذاست. شاید بدنتون با لاکتوز شیر یا فروکتوز میوه مشکل داره. داستان اینه: وقتی بدن نتونه قند این غذاها رو هضم کنه، این قندها میرن تو روده بزرگ. اونجا باکتری‌ها منتظرن. اونا جشن میگیرن، تخمیر میکنن و نتیجهش میشه تولید گاز شدید و دلپیچه. نکته: اگه همیشه نیم ساعت بعد غذا نفخ میکنی، یه دفترچه بردار و بنویس چی خوردی تا مجرم رو پیدا کنی. دلیل دوم، سندروم روده تحریک پذیر IBS. شنیدید میگن روده مغز دومه؟ توی سندروم روده تحریک پذیر، دستگاه گوارش شما زیادی حساسه. بدون اینکه بیماری خاصی باشه، با کوچیکترین استرس یا غذای سنگین شکم باد میکنه. اغلب این نفخ با یبوست یا اسهال همراهه. اگه وقتی استرس داری شکمت به هم میریزه، احتمالاً درگیر این ماجرایی. دلیل سوم، جنگ باکتری‌ها دیسبیوز. توی روده ما 100 تریلیون باکتری زندگی می‌کنند. یک ارتش واقعی. تا وقتی باکتری‌های خوب فرمانده باشند، همه چیز آروم است. اما اگر آنتیبیوتیک خورده باشید یا تغذیه‌تان بد باشد، باکتری‌های بد و گازساز کودتا می‌کند. به این میگن دیسبیوز. راه حل چیه؟ باید باکتری‌های خوب رو بفرستید کمک. خوردن ماست پروبیوتیک، کلم ترش یا کفیر تعادل رو برمیگردونه. دلیل چهارم، شما دارید هوا میخورید. بله، درست شنیدید. مشکل همیشه غذا نیست، مدل غذا خوردنه. اگه غذاتون رو نجویده قورت میدید، موقع غذا حرف میزدید یا عاشق آدامس و نوشابه گاز دارید همراه غذا کلی هوا میفرستید تو معده. این هوا باید یه جوری بیاد بیرون دیگه. نتیجهش میشه شکم سفت و متورم. راه حل ساده: آروم بخورید، خوب بجوید و وسط غذا سخنرانی نکنید. دلیل پنجم، پارادوکس فیبر. فیبر عالیه، ولی یه شمشیر دولبه است. حبوبات، کلم، پیاز و غلات کامل برای سلامتی معجزه هستن. اما اگه یهو زیادشون کنید، روده هنگ میکنه و گاز تولید میکنه. اشتباه نکنید. نباید حذفشون کنید. راهش اینه: کم کم به رژیم اضافه کنید و حتما کنارش آب زیاد بخورید تا روده فرصت کنه عادت کنه. دلیل ششم، تأثیر هورمون‌ها، مخصوصاً خانم‌ها. اگه نزدیک پریود یا تخمک گذاری حس می‌کنید 2 سایز چاق شدید، توهم نیست. نوسانات هورمونی باعث میشه حرکات روده کند بشه. وقتی روده تنبال بشه، گازها جمع میشن. این توی دوران یائسگی هم خیلی شایعه. چیکار کنیم؟ کیسه آب گرم، غذای پخته و دمنوش رازیانه یا نعنا نجاتتون میده. دلیل هفتم، بیماری‌های ارگانیک. و اما مورد آخر که شوخی بردار نیست. گاهی نفخ نشونه یه بیماری جدیه، مثل بیماری سلیاک، التهاب روده یا خدایی نکرده انسداد روده. هشدار: اگه نفختون با درد شدید، کاهش وزن بیدلیل، خون در مدفوع یا اسهال مداوم همراهه، همین فردا برید دکتر. اینا علائم معمولی نیستن. پس دوستان، نفخ فقط یه باد ساده نیست. ممکنه یکی از این دلایل رو داشته باشه. پس جدی بگیرید و مراقب خودتون باشید.